عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستای نهایت عزیز. امیدوار هستم خوب باشین، صحتمند، سرحال و دور از گزند روزگار. دوستای نهایت عزیزم، خیلی مختصر میخوایم یک بحث داشته باشیم راجع به اینکه اینترنت استرلینک چی است، از کدام کمپانی، چی فواید و چی اضرار را میتونه به ما و شما داشته باشه. اینترنت پرسرعت استرلینک مربوط به کمپانی اسپیس ایکس می باشه که یکی از کمپانی های ایلن ماسک است و دارای سرعت بی‌نهایت بالا است. میتونیم بگیم که بین 100 150 تا 200 Mbps سرعت داره و توسط ماهواره ها، یعنی کمپانی اسپیس ایکس تا چندین سال بیش از 10 ماهواره را به فضا پرتاب کرده به خاطر فعال ساختن اینترنت و تا فعلا هم مجوز رسمی همچنان نداره که در سراسر جهان خدمات اینترنت را ارائه بکنه، اما فوایدش میتونه خیلی زیاد باشه. از جمله ای که سرعت بالا داره و در هر نقطه ای از جهان شما میتونید از اینترنت مستفید شوین و دسترسی داشته باشین به اینترنت پرسرعت استرلینک. و اما اضرارش میتونه خیلی به مراتب بزرگتر از چیزی باشه که ما بخوایم از اینترنت استفاده بکنیم. اول قیمت بالای از اینترنت استرلینک است. بعضی دوستا، نه بلکه اکثریت دوستا فکر میکنن که اینترنت استرلینک به طور رایگان است، اما در شرایط عادی وقتی فعال شود یک هزینه گزاف را نسبت به اینترنتی که فعلا حداقل ما مصرف میکنیم میتونه به همراه داشته باشه. اول خدمات اولیه ایزی است. فرض مثال لوازمی که شما ضرورت دارین میتونه که بین 700 تا 900 دلار امریکایی در افغانستان مصرف داشته باشه. دیشانتن مخصوص خود را داره، راوتر و بالاخره همه موارد میتونه خیلی گزاف باشه. و بعد از اون شما ماهانه باید حداقل متغیر است قیمت در هر کشور شاید تفاوت داشته باشه، بین 200 300 الی 400 دلار امریکایی شما پرداخت بکنید به خاطر استفاده و دسترسی به اینترنت پرسرعت و میتونه فواید و اضرار خود را همچنان داشته باشه. نظر شما چیست؟ آیا فعال شدن اینترنت استرلینک به نفع ماست یا هم به زیان ما؟ بسیار زیاد تشکر.